راستی گپ صدمه کردن. چی؟ خوبین دختر. خدا را شکر که خوبم. یگان آدم ضرر دیدگی نیست. نه خودم نه یگان رفیقم. اون من یگان که ضرر دیدگی نیست. فقط ماشین رو ضرر دیدگی هست. صدمه هم با ای بیمه شید. من ماشین یک نفر دیگه ده رشت بر اومدم زدم. یک 10-15 هزار تومانی خراجات داره فقط ماشین همون نفر. زیغ نشوین مردک، چون که میگویند در هر یک کار حکمتی هست. البته نگاه حکمتی دارد این کار. یک دقیقه حاضر. ششتی مردک. روزم زیغ نشوید مردک، همش خوب می شود. زنک زیغ نوشیده نمیشه با این پیشترک سویبی هم ماشین زند. 3 روز مهلت میگه. 3 روز میگه اگر ضرر دودک تجربه کنی ماشین تعمیر کنی برقرار کنی خوب. تعمیر کنی میرم ای بلو عریضه میکنه دیگه. راستی که نمیدونم حیران موندم زنک. مردک جان، بگه اکام شما چمشان آمدن برای زادروزم همین گردن بند را توفه کردن. میدونم پره قرض شما رو داده نمی شود، ولی اگر فروش 10,000 سوم می شود اقلا 50% قرضتون رو می دهید. گیرید مردک. نه زنک من حرکت میکنم. من مردم مشکلی خودم حل میکنم. مشکلی شما مشکلی من است مردک. وقتی در یک جا زندگی میکنیم من و تو نیموییم. غم شما غم من، شادی شما شادی من است. گیرید مردک جان، نمیخوام که ناراحت باشین. ناراحتی شما ناراحتی من است. میدونی زنک جان من همه وقت رفیق میگفتم، دوست میگفتم، برادر جوره میگفتم. نه که امروز فهمیدم که در این لحظه پستی بهترین رفیقی من، بهترین دوستی من، بهترین نفری که همه وقت در پستی و بلندی زندگی در بری من ایشون میزنم. میدونی زنک جان من خداوند هزاران بار شکرانه میکنم. من خوشبخت‌ترین مرد دنیایم که با مثل تو زن مهربان و غمخوار با صبر در برم دارم. Канал подписаться, Дарна Ор, як лайк,